برای آموزش نونشیر دسپول. به به، ببین چه کردم. ابتدا آرد و روغن رو با همدیگه مخلوط میکنیم و خوب با 2 تا دست فرز میدیم. میتونیم تو این مرحله 1 ساعت به این ترکیبمون استراحت بدیم. سپس نمک، زیره، خمیرمایه رو اضافه میکنیم و همینطور شیر رو کم کم اضافه میکنیم که خمیرمون رو بزنیم. خمیر نباید خیلی نرم باشه، نباید خیلی سفت باشه، پس شیر رو باید کم کم اضافه کرد. خمیر که به دست اومد یه مقدار روغن میزنیم و حسابی ورز میدیم. در خمیر رو با یه سینی میپوشونیم و 1 ساعت به خمیر استراحت میدیم. سپس پف خمیر رو با دست میگیریم و چونه میگیریم. چونه ها رو با وردنه پهن میکنیم و با یه شونه‌ای که تمیز هستش و استفاده نشده به نونشیرمون شکل میدیم. طبق تصویر باید به نونشیر شکل بدین. فرو از قبل با دمای 180 درجه گرم میکنیم. مدت زمان پخت نونشیر تقریبا 20 دقیقه است. امیدوارم که درست کنید و در کنار عزیزانتون لذتشو ببرید.